خدا گلهای گلشن را نگیرد، زیباغ زندگی زن را نگیرد. هزاران سوسنی بیبو چی در کار، خوشاگر بوی سوسن را نگیرد. برای معرفت یک واژه کافی است، دعا کن دانش و فن را نگیرد. بدون شبگه بودن توانیم، ولیکن روز روشن را نگیرد. برای دیدن خورشید روی اگر ره نیست، روزن را نگیرد. بیمان میرند مردان بحر میهن، زی مردان خاک میهن را نگیرد. اگرچه دوست دستم را نبگرفت، بگویم شکر دامن را نگیرد. مرا نشنیده باشد نیست باکی، الها حرف دشمن را نگیرد. بمانم کاش در یاد عزیزان، به یاد حق بودن را نگیرد. تو را از من نگیرد ایزد ای کاش، زی تو ای کاش که من را نگیرد. دوستان ارجمند، استادان گرامی قدر، هزار شکر که تا 27 اکتبر سال 2023 شما را از من و مرا از شما ایزید نگرفت و ما بعد از سپری کردن یک دنیا فاجعه ها به مثل کرونا و جنگ و آبخیزی و سیل و این همه بازم امروز روبرو هستیم و با حس شکرگزاری محفل این وطن را ساختن آسان نبود را محض به اون خاطر و این نام محفل برگزار کردیم که دوستان ارجمند واقعا هم این وطن را ساختن آسان نبود. برای چی؟ من به تاریخ دور از اون ساسانیان و سامانیان رجوع نمی کنم، تنها به 100 سال آخر، سال آینده که سال 2024 با آن که با نام تاجیکستان در خریطه کشور پیدا شد 100 سال می شود سال آینده. همین در دوام 100 سال آنچنان شهید دادیم، آنچنان قربانی ها دادیم که من شمارشان بیشمار است. اگر شروع میکنیم از خودی جوانمرگا شیرینشاه، شاه تیمور، نصرت الله مخزوم، نثار محمد، چنار اماموف و دیگر من اگر میتونم این روی خط ادامه بدهم، اگر از اینها آغاز کنیم ما در دوام 100 سال واقعا هم قربانی های زیاد دادیم. و هدف اونها چی بود؟ هدف اونها ساختن کشور با نام تاجیکستان بود. شما میدونید نصرت الله مخزوم، شیرینشاه، شاه تیمور با حسرت به عنوان استالین بکری نامه ها نوشتند که یک کشور باشد با نام تاجیکستان حق دارد، کشوری ملت متمدن آسیای مرکزی است و اونها با همین آرمان تای خاک رفتند. یک 38 ساله بود، نصرت الله مخزوم بیشتر از 40 سال داشت، همه جوان مرگ شدند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه این وطن سازند، تاجیکستان سازند. این وطن را ساختن آسان نبود که استاد کمال نصرالله شاعر خلقی تاجیکستان پره برای شما قرائت کردند. تشکر به استاد. ندای من نیست، ندای اونها است. ندای اونها است که اونها میخواستند انمیخه یک کشوری آباد بینند، انمیخه محفل ها به اشتراک کنند، سرود ملی داشته باشند، پرچم داشته باشند، لیکن اونها به همین آرمان نرسیدند و ما و شما رسیدیم و اکنون رسیدیم. درست مثل یک تحفه به ما رسید. ما و شما چشم گشادیم که تاجیکستان علاقه بود، لیکن امروز وضع جهان اینقدر ناگوار و دلخراش و نگران کننده است. آیا می شود این وطنی که به عوض خون جوانمرگا ساخته شد آیا می توان به آسانی داد؟ آیا می توان یک گیاهش را، یک پاره سنگش را، یک وجب خاکش را آیا می توان به آسانی به کسی دیگر دهیم؟ هدف محفل، هدف اصلی محفل و نامش هم این وطن را ساختن آسان نبود. به همین مقصد بود که دوستان ارجمند من، استادان از این چیز، از این قضیه آگاهند، لیکن همسالان من اصلا جوانان بیشترشان آگاه نیستند که این تاجیکستانی که در کوچه‌اش عشق می‌ورزند، این طرف می‌دوند، این طرف بازی و رقص میکنند، این تاجیکستان به آسانی ساخته نشده است. و این ندا، این محفل اصلا گیریم به همسالانم است که یک بار دیگر آگاه شویم.
خطر در اطراف است، در گرد و اطراف است، دور نیست. دشمن چشمی علای دشمن از هر سو، از هر روزن به ما نگاه کرده شده است. ما این تاجیکستان، ما این کشوری که بار دیگر میگویم که به عوض خون شهیدان ساخته شد، باید به آسانی ندهیم. و